بخش دویمی بازی است در مردم ورزشی نوعی مسجد بین دستای پروازی شهر بوستان و مسجد نوعی مسجد تا حال ایسای بازی 0-0 است و کسانی که در کانال مهمان هستید حتما ابونه شدن رو فراموش نمیکنید و اگر ابونه باشید حتما لایک و کامنتاری خوب نویسید تا اینکه دیگرها نیز از رفتی بازی ما با خبرشن چیز هر چقدر بسیار لایک و کامنتاری ها شود همون قدر دویم نواری ما رو بیننده زیادتر می شود. وقتی دویم بازی تغییرات در آمادگی است در دسته پرواز محسن که یکی از بهترین بازیگرها در دسته سراغ راه بود که این روزها در دسته محسن بازی دارد یا نه اما خاطر محسن در این بازی دارد اما تلفنتون کشید مراتبه از زنگ زمین بیزار میگه بخش دویم بازی آغاز یافتگی است حتما کسی که مهمون است در کنار یک تا لایک هم سر بزنید نام بوزه میکنه خندم میگیره نه پیشما بوزه هاشون نام میاد چور الو الو چی وقت زنگ میزنی؟ زنگ نزن دیگه من تلفن من سیام کار سادیم یا اونا که دست باشه یا توفکی دستش درست کرده انا ضربه کنجی در نزد دروازه مسجد تحت رقم 17 محسن علاقه کورنموی خودش نشان داده است دوستا درباره صفت نوار و ما سخن گویید که ببینیم سخن تو صفت نوار ما چگونه است و نزدینو سلام علیکم پخش مستقیم اولین گل در دسته پرواز در بخش زمین بازی و دروازه دسته مسجد وارد کرد تحت رقم 7 تحت رقم 7 اولین گل این بازی را داخل کرد لایک ها را زنید دوستو لایک زنید تو اینکه بیننده موزی و تر شود در بخشی
بازی در پیش است دوستو. سیاه چند البته نوتنجی ما البته آوازی کامera خاموش می‌کنیم تا اینکه هر گونه سر صداها از کامera داخل نشود دوستو. امیدوار هستم که تو آخری بازی خوب میگذرد دوستو. حرکت کی است که خطا نمیکنه اما خاطر پارتو چند مالی نگویم هر کوی نوزا بود بعد سو اگر رشوت کرد رفاقشون نشون داده سودوشم میبخشید چون کارمندان با ما اجازه نداری سرم پیش رفتن از دوستو. اما خاطر از دوری هم باشه برای شما رفتی بازی را نوار میکنید. ضربه کنجی را انجام داده ایستاد دسته مسعود. تیز گذر جان. سنگ باشه گرز دفعه شویش نه بار دیگر ضربه کنجره دسته مسعود انجام داده ایستاده است. Добрый день!
سلام کی بودی شدن دسته ملک نظر نجمیدین دسته پرواز 1-0 بازی را پیش برده شده است. دسته پرواز بوستان با دسته مخشو باز دارد دوستان. چسبه یکی داره چون دار تقریبا 10 دقیقه بازی صفری شده ایستاده است. حساب بازی 1-0 است. Bozkır bakay Bozkır. Bravo. 23 نفر بیننده داریم و لایک نداریم. دوستان لایک هم زنید تا اینکه نوار ما را پدیلیت سکند یوتیوب به دیگر ها، یعنی که برای کمنداسی را Ey kadar peş korku nerede? Peş korku ne peş? امید به انجام رسانید دوستو. تقریبا در دقیقه 14 بازی
دوستان یک تیل لایک کامشال برای بازی خوشروی امروزه که حساب بازی یک بر یک شده است. کامنتاره خوشرو هم نمیشه دوستو. حتی کار ندیساد موخی فوتبال کلوب مسا خولی از این پارتا موخی تقاون نموندم پاس پاس سی نفر بیننده لایک نیست دوستو. چی با لایک نیست؟ من خواهش شما رو بچه میوردم آخی اینجا کمی نفهمی ها شد نموندم باید کش بیاییم ناز جمعیمین از پسی پنجره نمو کنیم خودیر گول ندیدیم. شاید یکون که در یکون اینستاگرام یا فیسبوک گولا رحمت نه برای این بخش دویم بازی است. در بخش دویم بازی مونده یا نه با همون خودی دیگر من با اون شخصیتی که باید داخل دارد که اونها همون که لایک موندگی نیستن با همون خودی میگم یکتی داره یکتی حساب بازی یک بر یک از کرامت الله نرزو. ضربه کنجی دسته مسجد در نزد دروازه پرواز. اور از قیچی زد اما قیچی معنی رو به هر روز مخلصا او رو خیلی خوش اقبال ضربه کنجی سیدو بیننده برای چی ما از 30 نفر زیاد نمیشه بیننده
بله امید جان گل زد. کجام چه پیشکی نمیگه محسوب بازی دارن. راست گپ در این فیسبوک اگر کسانی که در همین گروه فن کلوب مسجد نیستید حتما در فیسبوک در آمده و همون کانال ابونه شوید خبرهای تر و تازه دسته آوازدار مسجد از رفتی بازیاش خبردار میشوید که کی در کجا بازی میکنند. رهبر این گروه فن کلوب وفاجان عثمانov هستند که خیلی زحمت ها میکشند، هر گونه پست هایی که در این بازی ها میشد میگذارند. میتونه در همون دسته گویم در همون گروه پر در آمده آبونه شوید. علاقه سفر با بازی آمادگی دیده ایستاده است. امیدوار هستم که سفر در آمده یک بازی خوب نشان میدهد. کمادر مایم سی کس شیل کس استادم تماشا کردم. خیلی بود دلش دیگر نه توغری اکو هجوم نوبتی دسته پرواز دوستو. Свисток Тимовский судья. در بازی من بعد حرکت میکنم بر وقتتر خبرشو برای شما رسونم که شما نیز از رفتی بازی خبردار شوید دوستو. اینم کمبودی ما از البته درست قید کردید که ما با شما خبر دادگی نیستیم.
من تو 55 سالگیم بازیگر دیگه این هم میبینی احتیکت میگه بوجه این رو میبینم چالا Gardet! ضربه جریمه‌ای حساب بازی چند و فایده کیست حساب بازی تا حاضر 1-1 از دوستان هر دو گل ها در بخش دویم بازی به انجام رسیده است گل دسته پرواز دسته رقم بازیگر دسته پرواز رقم هفتم به انجام رسانید و گل دسته مسچو رو امید به انجام رسانید که امیدوار هستند که تقریبا با یک 3 گل دیگه به انجام میرسانند تغییرات در دسته پرواز اولو با میدان میدونه تحت رقم 77 از میدان بیرون می شود بازیگر دسته پرواز تحت رقم 7 که گل انامین جوان به انجام رساندگی بود یوتیوب ضربه جریمه‌ای من یکی از بهترین حمایتچی دسته مسچو آمادگی دیده ایستاده است برای بازی حتما برای بابا یختی لایک های خوب بزنه دوستو چون یکی از بهترین بازیگرهای دسته مسچو است Farko Europa to anımı da. Вот доктор там. Boytoria بیچاره یکی از بازیگرهای دسته بزرگوارم که امید است زخمی شده است
یک لحظه بازیگرها برای بازیگرها تنفس اعلام شده. دوستان حتما کامنتاری خوب نویسید، همتون یک دیگه نویسید که مخشو با پیش گفته کامنتارا رو نویسید تو اینکه نواری ما با رکمنداسی رود و زیادتر بیننده شد، چون از 34 نفر ما زیاد نشده ایستادیم تا حال. دل شد که در آینده نزدیک فوتبال ناحیه‌مون پیش میاد. خدا خواهد امیدوار هستم در آینده در لیگ اولی هم دستی مخشو ما بازی کند، چون اگر کادرهای زیاد داریم و هر حال اونها رو تربیت کردن تا برای در آینده یک بازیگرای خوب شدنشون با. بله همه کسا یک دیگه کامنتر شاید مخشو با پیش گفته یا اینکه بابا با پیش نویسه، چون امودگی دیده ایستاده یکی از بهترین بازیگرهای دسته مخشو. ها؟ چیزا؟ کدوم صورته؟ هی پراموی ترانسلاسیا یوتیوب برافسودا اما سر تلاش کردن تا اینکه شاهسوی فوتبال مخشو از فوتبال کودکان نوسان وابسته است. محترم روی بله دوستان، البته در ناحیه مخشو ما هم یک مکتب فوتبال هم شده شدگی است که اونها تمرین کردن. مستقیم راوی پخش مستقیمی راوی محترم زنده باشه. ضربه ناعمیق. 35 نفر بیننده و اما از لایک ها خبر نیست. دوستان لایک بزنید. بهترین حمایتگر دسته مخشو رقم 14 مسیح سلام علیکم. اکا استادیون گوشه استادیون نوحه مخشو، استادیون مرکزی نوحه مخشو است. با یک استادیون زمانوی است این میدان دوستو. بله بابا مرزایف اومدیم.
یا اینکه آوردن شو که تو اینکه یک بازی خوب و جذاب برای ما نشون دادن در این بازی امروزه. ضربه جریمه‌ای در بیرون از 16 متری دروازه مسجد. بهترین چهل نفر بیننده. دلشاد شریف با یک کنیم هشتو احسان در بازرگان عمل کردی اولی بله دوستان. گفتم که آنها فوتبال کلوبی ظریفیان در همین نوع محجو در آینده ها دسته مسجد مورم ممکن در لیگ اولی بازی خواهد کرد، چون فوتبال در جمهوری ما خیلی رونق و ریواج رفته ایستاده است. امیدوار هستم که بازیگرهای ما هم یک مهارت خوب نشون میدن در آینده بازی خوب برای مردم مسجد ما نمایش میدن. حساب یک بر یک از دوستو. گل دستی پرواز رقم 7 به انجام رساند. گل دستی مسجد تحت رقم 24 امید به انجام رسانید که امیدوار هستم که باز یک چند گل های دیگر رو به انجام میرساند. تحت رقم 11 را جراحت برداشته است و در بیرون است. سیدخواه السلام علیکم برادر عزیز مهربان، امیدوارم که صحت سلامت خانواده سلامت هستید. برای کار رحمت برای کامنتاری خوبتون. البته لایک کامنتاری رو دریغ ندارید چون مهمون ما بیننده زیادتر شود. تحت رقم 12 اور است. تحت رقم 13
علیکم السلام. بهترین به معاوض اومدگی. بله دوستان، تحت رقم 4 بازی کرده ایستاد. پرواز در لیگ یکم عینی حالا. بله همش گره اسپول چیزی داشت. هجوم نوبتی دستی پرواز در نزدیک دروازه مست شد دوستو. لایق شریپوف دوستان، چون هر موقع کامرا دور و نزدیک میکنیم همون قدر صفت نوار ما پس میشود و همون خاطر امیدوار هستم که خوب دیده ایستاده است شما دوستان. دو نفر دیگری ما لایک نمونید. ببین بخش بازی است. بله میرزا حامد سنگین بخش دوم بازی است که هر دو گل ها رو در بخش دوم بازی انجام رسونده هستند. سلام گرم از رسکه شهر نورمز براموی افیر تماشا دارم. بهترین آفرین ماشاءالله نور. رحمت برای کامنتاریتون دوستان که ما رو با خبر کرده از صفت نوار و از رفتی صدای نواری ما. پس صفتش ویدیو را گفتم که افی را همون با روی نه قدر خوب است. همون خیلی پست بلند شده میره حسابی کچسترایی. بهترین بازی را نشون داد. از شهر نیک اندرسیه تماشا کرده ایستادیم. زنده باشیم آقا بخش محمد دولتov. بسیار بازی یک بر یک دوستان. ما از شهر خانتی منسیسک تماشا داریم. منتدار هستم دوستان. کسانی که در کجا تماشا داره حتما در کامنتر نویسید که شما در کجا ما رو تماشا دارید. زمین نباتی دستی پرواز در نزد دروازه مسجد دوستان. امیدوار هستم که به ثمر انجام می‌یابد چون ما مخلص دسته مسجد هستیم. می‌خواهیم که دسته مسجد ما پیروز شود.
امید هستم ولی گل امید به انجام رسون دیگه است تو بازی پرواز دلاور شریفov چشمون در درد کردن سیمکای بیزه اکو اینجا و افیر با همون خاطر بیزه با اینجا نه مثل استودیوی تلویزیون ورزش سیمکا نمیکنیم یک نه چین چشمی بلبل است همون با همین قدر هم برای شما نشون داده ساده باشم امیدوار هستم که خط رقم 17 محسن تقریبا 50 دقیقه های بازی است دوستان حساب بازی 2-1 است یک گل کلاس بله منم با همون خاطر کامera زوکش میذارم اینکه این چیزا را نکنم این چیز نه نیست درشنو من هیچ کس خودی کردگی نیست
چلو هر یک کشمی داره ما مردم ماشو رو باید بله دوستان یه سوجی میشه نیست البته دسته پرواز دسته قوی است اما مردمی مشهور هم انوی نیست. حساب بازی این زمان 2-0 است. بازی به آخر رسید. پیروز این بازی دسته پرواز است. امیدوار هستیم در بازی آینده دسته مشهور ما نیست پیروزی را به دست آورد. دوستان خدا یار و مددگاری شما دوستان. خدا نگهدار. مفتی سربلند و خانه آباد باشه.